سلام. بره جات خالی. هفته پیش رفته بودیم نیکپیک. چه نیکپیکی؟ نیکپیک؟ بله. نیکپیک چیه؟ پیکنیکه. نیکپیکه. مجید جان پیکنیکه. پیکنیک که اون ورزش است، میز داره، 2 تا دسته توپش تخم مرغه اینجوری میزنی بکن. اون پینگ پونگه. پینگ پونگ اون گوریلاست، اینجوری میزد همه رو خفه میکرد. نه مجید جان اون کینگ کنگه. کینگ کنگ کشور خارجیه، واقع در شرق آسیا. اون هنگ کنگه. هنگ کنگ یک نوع ورزش رسمیه، اینجوری میزنی. اون کنگ فوه. کنگ فو یک کشوریه در آفریقا. اون کنگوه. کنگو بچه ها امتحان میدن میرن دانشگاه. مجید جان اون کنکوره. نه خیر، کنکور که میگی قوطی سیب داره، گلابی داره، میبریم مریض عیادت سلامت بشی. مجید اون کمپوته. کمپوت که رژیم قبل از انقلابو میگفتن. اون تاغوته. تاغوتو که باهاش مرده میبرن این ور اون ور. آقا جان اون تابوته. تابوت که روی انگشتر میشه، نگین انگشتر عقیقم داره تازه. اون یاقوته. یاقوت که آلت موسیقی تازه بادی هم از. مجید اون فلوته. اشتباه میکنی، اونو تو فوتبال از راه دور میزنن فلوتو. مجید اون شوته. پس این چیه؟ سوته. پس یه وقت خاک میره تو چشمون میگیم کن. اون چیه؟ اون فوته. دیدی اشتباه میکنی، فوتو میریزم پای درختان سبز شود. وای اون کوده. بهرام کودو میگی نه؟ وای مجید اون بهرام گوره. گور که رنگ موه، یه نوع رنگ موه. اون بوره. بور که باهاش ماهی میگیرن، پشت و دروازه هم از داد میزنه. اون توره. خب عصبانه میشه، اشتباه میگی. تور آلت موسیقی 2 تا دست. اون سنتور که تو میگی قصاب باش گوش خورد میکنه. اون ساتوره. من این همه رو اشتباه میگفتم. بله ببخشید دیگه. خواهش میکنم. ببخشید. ساتوره. خود داشتم میگفتم چقدر از موضوع پرت شدی. هفته پیش با بچه ها رفته بودیم نیکپیک. نیکپیک. سرت درد میکنه؟